باز هم سلام دوستان عزیز. مسئله 33 ریمکویچ رو حل می نماییم. دو پویزد به سوی یکدیگر با سرعت‌های 72 کیلومتر ساعت و 54 کیلومتر ساعت حرکت می کنند. پساژیری در پویزدی یکم نشسته مشاهده کرد که پویزدی دوم از نزد وی در 14 ثانیه گذشته رفت. درازی پویزدی دوم را یابید. دو پویزد به سوی یکدیگر یعنی مقابل همدیگر با سرعت‌های V1 و V2 حرکت می‌نمایند. ما در اینجا سر اول سرعت‌های V1 و V2 رو به متر تقسیم ثانیه می‌گردانیم و آن را به شما نشان می‌دهم چطور کیلومتر ساعت را به متر تقسیم ثانیه باید گرداند. V1 مثال برابری 72 کیلومتر تقسیم ساعت برابری باید ما این کیلومتر تقسیم ساعت را به متر تقسیم ثانیه گردانیم، یعنی کیلومتر رو به متر و ساعت رو به ثانیه گردانیم. 72 ضربی در جای کیلومتر می نویسم که در جای کیلومتر 1000 متر. یک کیلومتر برابر است به 1000 متر و یک ساعت باشد به 3600 ثانیه. در اینجا اختصار می نماییم صفرها را و می ماند 72 ضرب 10 تقسیم 36. البته 72 به 36 دو تا می رسد 20 متر تقسیم ثانیه. همینطور باز وی2 را به متر تقسیم ثانیه می گردونم. 54 کیلومتر تقسیم ساعت برابر 54 ضرب کیلومتر برابر است به 1000 متر و ساعت باشد به 3600 ثانیه. باز دو تا نول از بالا دو تا نول از پایین اختصار می شوند. برابر می ماند 52 ضرب 10 تقسیم 36 15 متر تقسیم ثانیه. هنگام مقابل حرکت کردن پویزدها سرعت نسبی آنها البته جمع می شود، چون که اگر این پویزدها مقابل حرکت نمی کردند و هر دو به یک سمت حرکت می کردند و با سرعت های یکخیله، مثال دو پویزد با سرعت های یکخیله اگر حرکت کند به یک سمت، سرعت نسبی آنها برابر صفر می شود، چون که آنها نسبت به یکدیگر جای عوض نمی نمایند. آنها در یک سطح همه کل ایستادن می گیرند در یک قطار، ولی هنگام مقابل یکدیگر حرکت کردن آنها زود از یکدیگر می گذرند. سرعت نسبی آنها V1 جمع V2 می گردد و سرعت نسبی برابر L تقسیم T فرمول سرعت. از اینجا ما L را می یابیم. L برابر در اینجا نامعلوم ما در سرعت است و در این حالت آن طرف برابری به مخرج ضرب می شود. V نتیجه وی، یعنی ما T را به آن طرف برابری گذراندیم. در اینجا تقسیم بود، در آنجا ضرب می شود. V نتیجه ضرب T برابری در جای V نتیجه می نویسم V1 جمع V2 ضرب T برابری V1 جمع V2 15 جمع 20 متر تقسیم ثانیه ضرب T در اینجا داریم 14 ثانیه. ثانیه با ثانیه اختصار می شوند در صورت مخرج و متر می ماند. 15 جمع 20 35 ضرب 14 می شود 35 ضرب 14 4 کرده 5 20 02 دریار و 490 متر. این بود مسئله 33 ریمکویچ.